روز 23 فوریه سال جاری 29مین سالگرد قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در قلمرو کشور جشن گرفته می شود. با این مناسبت در همه مؤسسه‌های تعلیمی چهاربینی‌های فرهنگی تشکیل و برگزار کرده می شود. در گیمنازیوم رقم 1 به نام رحیم جلیلی شهر خوجند نیز با این مناسبت چهاربینی برگزار گردید. بعد از صدا دادن سرود ملی چهاربینی آغاز شد. خوانندگان گیمنازیوم در وصف وطن و ارتش شعرها قرائت نمودند. صداقت به وطن عنوان چهاربینی مذکور بود. برآمده خوانندگان نیز افاده‌گری وطن دوستی و مهر و محبت به وطن را داشت. در چهاربینی خوانندگان صنف‌های ابتدایی نیز اشتراک نموده صحنه‌ها را از حیات سربازان آماده و پیشکشی حاضرین نمودند. در چهاربینی چندی از سابقه‌داران ساختارهای نظامی از جمله رئیس شورای اتفاقی سابقه‌داران جنگاوران اینترناسیونالیست در شهر خوجند، سابقه‌داران وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان، مشاور شعبه معارف شهر اشتراک نمودند. آنها عمل و چالاکی جوانان را هنگام مشق نظارت می‌کردند. تاکید گردید که قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در شرایط نهایت وزنی و حساس اقتصادی و حربی و سیاسی کشور، یعنی در روزهایی که در کشور جنگ خونریزی بود، تأسیس یافت و امروز به یک نیروی پرقدرت تبدیل یافته است. امروز در گیمنازیوم چهاربینی ادامه بخشیده به 29مین سالگردی تأسیس‌یابی ارتش ملی برگزار می‌گردد. این چهاربینی پیش از همه هدفش در آن است که باید خوانندگان را در روحیه وطن دوستی، خویشتن‌شناسی تربیت نموده در آینده برای خدمت به وطن آماده کردن جوانان پیش از همه نگرانده شده است. وظیفه ما آموزگاران در آن است که مهر وطن مادر را در دل هر یک خواننده بیدار نموده با یک حسی وطن دوستی و خویشتن‌شناسی خدمت مادر وطن را جوانان به جا آورند. هدف از تشکیل این گونه چهاربینی‌ها تربیت جوانان در راهی وطن دوستی و مهرپرستی است. گزارش نصیب جان عبیف و نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.